در یکی از موارد بیش از 200,000 متر مربع، معادل 20 هکتار، از جنگل‌های زاگرس در محدوده‌ای از شهر مریوان مورد تعرض قرار گرفته و به زمین کشاورزی تبدیل شده است. در همین منطقه که در تصویر قابل مشاهده است، در مجموع نزدیک به 40 هکتار از جنگل‌ها تخریب شده‌اند.